دوستان گلم، بچه چطورین؟ اومدیم با یه اولین لاین ویدیو کنار بزن 5 اتچ گرفتم که البته عالی میزنم. ببین عالیه، بی نظیر بچه. روی اینو پرک بندازی بی نظیر میزنم. مثلا شما به این پرکا رو ویوای بندازه رو ببینم رو که سویچ میکنم هینه سویچ کردن بیتمن که شما شما کنید یه وان خوبه. حالا اتچهایی که من تست کردم اتچه خوبی میداد. ببین اونم نگاه شما نگاه کن اصلا اینجوری بزنم واقعا طبیعیه. خب پشه کشه بیوای. ولی خب اتچ بدون هیچ مقدمی. بچه لایک کردی داری از من اتچمنت میگیری؟ نامردن لایک میکنی خیلی داری از من اتچمنت رایگان میگیری؟ واقعا که خیلی رایزی هم داریم اینجا براتون که خیلی خفنه و مطمئنم ببینید خیلی اتشش محفوظه رد میده و این که باده نمیکنه چیزیه هر دست میگه چیز بچه پاس همین درام چیز وانتر ولی میکنی اینم خب حالا بریم برای اتچ دیگه. اتچ سختیه بچه. چی کار کردم شما بگید من بیسیک رو دیگه نیستم فقط مقبول آتاپیم اصلا من نمیتونم باید بزنم بردارید اینم توی هست چقدر خفنه اصلا این
سعی نکنید تیپ فایر اینا دارینم اتچشه. یه لحظه سکن. خب بریم برای اتچ 117 کیف میکنی و تازه وقتی برید تو شخص اولم خفنه. این سه یکی به یکی هر کدوم اینو کنین دیگه. خیلی قوی میده. اونم خوبه بچه شاید باورتون نشه ولی رفقای گل من فراموش کردم موقع ادیت دو تا اتچمنت سیفتر دیگر بذارم، به خاطر همینم گذاشتمشون آخر ویدیو. هر دو اتچمنت هست، فقط سریع میتونید ویدیو رو سریع استاپ کنید تا اتچمنت رو بردارید. حالا این اتچمنت سیستماتیک هست. حالا بریم برای شد دیگه. بله اشتباه هست. این سوپره بچه من با چوپر معمولی داشتم ببینیم. حالا اینم اتچمنت چوپر و اتچمنت چوپر هم براتون گذاشتم. حالا ببینیم بگمان برتر که نشونه. ولی خب میخوام شکتون رو برطرف کنم که بدونید کدومشون خفن تره. الان موو و یس میذارم، اینو میذارم فور اند بک، اینم میذارم، حالا اینم میذارم اسلاید جامپ. خب اسلاید جامپشو میذارم، اینم میذارم سیرکل، چیزم اسپیدم میذارم های که قشنگ سب بهتره یه دونه هست. باش سوپر این اسکوپش هم نیمده سازم حالا دورش کردم. اینو استارمینک این خطاب کردم. نه جدیت خوبیه، شما خوب بزنید. دست منم الان درد گرفت. نه اینکه
لک میزد. میدم 117 بکشید تو آلکاتراز. خوب رنده میکنه تو آلکاتراز. همین رو این پشمام ریخته چرا اینجوری بزن. اونایی که موومنت میدن سگی موومنت این من برم پرک بذارم یادم رفت برای هیچ کدوم پرک نذاشتم به غیر از HS و BY. خب بریم برایشون پرک بذاریم. اول این نه اینو میذاریم بعد اینو میذاریم و اینو میذاریم. اوکی حالا برای سیفتماتیک لاوا دوباره این و این بچه لانگ رنج بچه برای چی؟ براتون پیشنهاد لازمه اینو نمیخواد بذارید به جاش لانگ رنج رو بذارید. هر دو هم این خوب زد ولی این چیزش خراب بود. اینه دیگه نمیشم یه خوشتون اومده باشه و اون شورت ویدیو همونم ببینید و اتچاتون این اتچا خیلی خفنه. بهترین اتچای سیزنه و برید هر جا برید این اتش براتون نگه با همین شوپر اونش کیلو با شوپر اونم از این میده خوش اومده باشه و این اتچ هایی که من میدم بهتون خیلی استفاده بکنید. من واقعا تمام اتچ هایی دارم میدم. براتون قول میدم هر سیزن
بستگی به خیلی خوش تا یه ویدیوی دیگه و یک چند اتچ دیگه و چند اخبار دیگه فعلا خدا حافظ.